تکنولوژی هر روز داره پیشرفت میکنه و کسب و کارهای مختلف رو متحول میکنه. صنف آب بستنی هم از این قضیه جا نمونده و نسل جدید بارصفکن‌ها یعنی بارصفکن‌های تنوری رو به بازار عرضه کرده که خیلی پرطرفدار شده. تو این ویدیو میخوایم یه بررسی داشته باشیم ببینیم که علت پرطرفدار شدن این بارصفکن‌های تنوری چی میتونه باشه و آیا ارزش خرید داره یا نه. سلام، من محمد حجازی هستم، اینجا استودیوی برفین پلاس. اولین نکته‌ای که می‌خوایم بررسی کنیم لیتراژ دستگاه و حجم مخزن دستگاه هستش. توی بارصفکن‌های افقی حداکثر حجم مخزن 28 لیتر هست، ولی بارصفکن‌های تنوری 40 لیتری و 60 لیتری هم دارن. حالا این مزیت به درد چه کسایی میخوره و به درد چه مغازه‌هایی میخوره؟ به علت حجم بالای مخزن برای تولیدی‌ها مناسبه، برای جاهایی که وقت کمتری دارن و میخوان تو زمان کمتری بستنی بیشتری تولید کنن و یا بستنی فروشی‌ها یا تولیدی‌هایی که حجم تولیدشون خیلی بالاست و باید بستنی بیشتری تولید کنن، قطعاً دستگاه تنوری براشون مناسب تره. تو قسمت بعدی بررسی میریم سراغ اضافه کردن پسته خامه یا مخلفاتی که باید به بستنی اضافه کنید. تو بارصفکن‌های افقی وقتی که شما بار بستنیتون آماده شد، بار رو از دستگاه میکشید توی یه سطلی و با پارو شروع میکنید هم زدن. ولی تو بارصفکن‌های تنوری اینطور نیست و شما بعد از اینکه بارتون آماده شد پسته خامه، تیک‌های شکلات و هر چیزی رو که خواستید به بستنی اضافه میکنید، توی محفظه خود دستگاه میکس میشه و در نهایت بستنی رو از دستگاه میکشید. حالا این قابلیت برای چی خوبه؟ برای اینکه سرعتتون رو بالا میبره، تولید بستنی رو میتونید بیشتر کنید. برای کارگاه‌ها، برای فروشگاهایی که تولید بستنی زیاد دارن، خیلی تو زمانشون تاثیر داره و یه قابلیت کلیدی میتونه براشون باشه. اینورتر یا دور همزن دستگاه، قابلیتی که به درد اشخاصی میخوره که میخوان بستنی‌های مختلف تولید کنن، مثل سنتی، سوربتو، ژلاتو، چون تولید رسپی‌های مختلف عملکرد مختلفی میخواد. یعنی مثلا شما برای بستنی سنتی لازمه که دور همزن کم باشه تا بافت بستنیتون منسجم باشه، ولی برای بستنی سوربتو و ژلاتو باید یه مقدار دور همزن بالاتر باشه و اصطلاحاً بستنی پفکی‌تر بشه. توی دستگاه‌های افقی به علت ثابت بودن دور همزن این قابلیت رو نداره و بیشتر برای تولید بستنی سنتی مناسبه، ولی دستگاه بارصفکن تنوری این قابلیت رو دارن و شما میتونید دور همزن رو تغییر بدید و انواع بستنی‌ها رو تولید کنید. شستشو و سرویس نگهداری دستگاه، طبق تجربه اینو تجربی بهتون عرض میکنم چون با هر دو تا دستگاه کار کردم. من فکر میکنم که تفاوتی تو شستشو و سرویس نگهداری دستگاه‌ها نیست. البته دستگاه‌های تنوری به علت اینکه مخزنشون از بالاست و خروجی بزرگتری دارن یه مقدار کمی شاید تو شستشو تفاوت داشته باشه، ولی از نظر کلی تفاوت آنچنانی ندارن. تخلیه بار و خروجی دستگاه که به نظر من نکته مهمیه تو دستگاه‌های بارصفکن. دستگاه‌های بارصفکن افقی یه دسته دارن و شما به سمت بالا میکشید یا یه حالت کشویی دارن که بار ازش خارج میشه، ولی بارصفکن‌های تنوری درواش به صورت مگنتی هست و شما فقط دسته رو بالا میکشید و سر جاش قرار میدید و خیلی سهولت داره و خیلی راحت هستش. تکنولوژی یه جای دیگه هم تو بارصفکن خودش رو نشون میده. مثلا تو بارصفکن‌های افقی اکثرا از سیستم آنالوگ استفاده میکنن و دستی، ولی بارصفکن‌های تنوری اکثرا به صورت دیجیتال هستن که رابطه کاربری خیلی راحت تری داره. ارزشمندی و خرید و فروش، اگر بخوام به اصطلاح بازاری بگم میشه خوشمعامله بودن. قطعاً بارصفکن‌های تنوری به خاطر اینکه از تکنولوژی روز استفاده میکنن و دستگاه‌های بروزتری هستن مورد اقبال بیشتری هستن و خواهان بیشتری دارن و قطعاً خرید و فروششون خیلی راحت‌تر و بهتره. نکاتی رو که لازم بود تو این ویدیو براتون بررسی کردیم. حالا خودتون میتونید تصمیم بگیرید بسته به بودجه‌تون یا نیازی که دارید انتخابتون دستگاه بارصفکن افقی یا تنوری. همونطور که میدونید اینجا برفین پلاسه، جایی که کلی ترفند و ویدیوهای آموزشی داریم. حتما کانال ما رو دنبال کنید. موفق و پیروز باشید.